السلام علیکم و رحمت الله استاد. صدام هست؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله هست. استاد خیلی روسی یک با مدت 3 ماه شد همی انا افیر میدرویم روسی امکانیت نمیشوه همی سوال که انا نمیدونم تا کدام اندازه همی شاید جی پی تی مثلا معلومات درست میتونه یا نه. در همین یک مسئله روسی کمتر یک دیگه تا 3 ماه گفتگو داریم. در همین مسئله جنگ حضرت علی با حضرت معاویه خواهش میکردیم که از همین اول پیدا شدن همین تفریقات و بمرگ حضرت عثمان خواهش زیاد یک معلومات میدونیم تا کشتن حضرت حسین یارون است برای که وقتی معلومات جستجو میکنی راستی اصلا خود سواد کافی نداریم که مقصد از توش کشدرین خودمون حق برسی جدا کنیم فکر رو هر طرف میشود الله ببخشه برای همین قدر شما مثلا خوندگی معلومات داره خواهش میکنم در همین باره یک معلومات میداده. سوالتون همین سوال ضرورتون همین است. تو استاد برای مثلا که جوابات در هر منبع معلومات هر خلال مثلا یک سری خیلی با معلومات هایی که این علمای شیعه مذهب پیشنهاد میکنم و میخوریم با گفته با یک حادثه همیشه. خب فهم برادر این شیعه ها را گوش نکنید، خودتون علم ندارید با شیعه ها را گوش نکنید. این یک. دویمش این که کدامش حق و کدامش باطل نه، هر دوش هم حق بود. حضرت علی هم حق، حضرت معاویه هم حق. این یک مسئله. دویم مسئله این مسئله مهم نه که باید شما دانید. مسئله مهم حاضر عین حال چی کار کردن در کار برای فایده خودتان. سوم مسئله این است که من همین مسئله های شرط نه که باید از نو گویم. این استاد قاری ادهم حیدرزاده همین درباره جنگ جمل و جنگ حضرت بینید دیروزها نواراشون درباره صحبت های طلحه و حضرت عایشه مادرمان و همین حادثه های اثرش نقل داره. همونو گیرید گوش کنید، در کانال نجم هست. حاجت چی همون گپی که باید من تکرار کنم شرط نیست. هر دوشون هم این مسئله های سیاسی بود، اجتهاد کردن. حضرت معاویه هم چیزی بد نگفته است، اما اونایی که حضرت عثمان کشتن اموهای برای من قاتلای یافته گفت. حضرت علی صبر کن، از یافته داده نمیتونم بعد گفتن من باید قصاص گیرم. گفت قصاص فرض است در قرآن، کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص برای شما فرض است. حضرت معاویه همین فرض طلب کرد. حضرت علی گفتن که درست است، چیزی که تو طلب میکنی حق است، لیکن حاضر نه، کمتر بعد گفتن. معاویه نه حاضر گفت. هم خیلی جنگ شد، نافهمایی شد. اون طرف هم صحابه ها داشت، این طرف هم صحابه ها داشت، هر دوشون هم مسلمان بودن. خیلی که حضرت علی گفتن که کشته شده های اون طرف هم در جنت، کشته شده های ما هم در جنت. قتلنا و قتلهم فی الجنه، مرده های دو طرف جنتی هستند. چی حق و باطل؟ بله جانبی حق در جانب علی بود، علی به حق نزدیکتر بود، لیکن معاویه هم گناهکار نبودن. معاویه هم صحابی بزرگوار هستند، الله تعالی از همه آنها راضی باشد. الله تعالی خون ما به اون جنگ ها آمیخته نکرد، بگذار زبان ها ما هم از اون جنگ ها ایمن نگاه دارد. تمام.